سقوط امپراتوری روم غربی. برهه‌ای از تاریخ رومیان است به شهر زوال و انحطاط امپراتوری روم غربی، چنان که در حفظ فرمانروایی و اجرای حکمرانیشان شکست خوردند و سرانجام قلمرو پهناورشان فرو پاشید و تجزیه گشت. مورخین امروزی عواملی چون عدم کارایی و کمبود نفرات ارتش، کاهش سلامتی و جمعیت روم، ناپایداری اقتصاد، بیکفایتی امپراتورها، کشمکش‌های داخلی بر سر تصاحب قدرت، تغییرات مذهبی دوره‌ای و ناکارآمدی حکومت داخلی را دلیل از دست رفتن قدرت و توانایی که به رومیان امکان اعمال مؤثر بر مناطق و استان‌هایی تحت حکومتشان را میداد عنوان می‌کنند. همچنین افزایش یافتن فشار و حملات بربرهای اطراف تمدن روم نیز حد زیادی موجب فروپاشی و نابودی آنها شد. دلایل مربوط به انحطاط و سقوط روم از موضوعات عمده و اصلی تاریخ‌نگاری دوره باستان و همچنین الهام بخش بسیاری از گفتمان‌های جدید در باب دولت ناکام است.